وقتی که ما یک گروپ بودیم رحیم پروداکشن را کار میکردیم بود همین حالتهایی که فهم خوردید فریب خوردید این مردهایی بودن که شما رو مثلا استفاده بردن در همین لحظه آخران بار من رحیم دیدم در کجا آخران باره که من ترکیه گسل کردم چند سال همراه شوهرتون زندگی کرده 3 ساله که مادرم وفات کرد پدرم دیدگی نمید آغوش گرفتید گریه کردید یا او آغوش گرفت گریه کرد اگر راستش رو بین پدر و مادرم نمیدونم چی گذشتگیه پدرم رفت او زنی که اگر پخت پز نتونه هیچ سال زن نیست اگر راست شکوید در همینجا ملدیس حسابی زن در نیست آفرین چند روز شد در خونه افکار نکردین خودتون چیزی نپخته او مرا خمار اوچم میگیره خمار اوتم میگیره چی با شما دلتون تماما رنگی سنگ میتوبه یگون مشکلی دارید یگون خیانت دیدید دیگر چی دلتون موندگی است از حیات که نمیخواهید که دیگر اولاد شوید من حتی که یک زن نبینید من هم میان مردی دارم هم زن صدقا گوزم پدر اگر که گشته از ازبکستان بیوید قبولش میکنید نگاهش میکنید فروخی نعمت مهربان مادر نشود هیچ مهر با مهری او برابر نشود نه خاله و نه عمه و نه همسری ما یک ذره خواه درود دوستان عزیز تماشابینان همیشگی کانال ما سپاس زیاد که ما رو ترک نمیکنید تماشا میسازید ما امروز قرار داریم همراه یک بانوی هنر بانویی که در تمام تاجیکستان و بیرون از تاجیکستان میشناسن این رو با نام زره خوش آمدید به برنامه ماجرای زندگی ما خب چی گفتنی هستی زره در ابتدای برنامه دوستان و برادرانی که در مهاجرت مهنتی قرار دارید با شما خبر خوب دارم میخواهید که همه نمود مال و محصولاتتان را به هر گوشه کنار تاجیکستان از آن جمله شهر دوشنبه قرغونتپه وحدت مومن‌آباد واسع و شهر کلوب روانه سازید به شما حاجی احتم کمک میسازد وقتی که از نام کانال فروخی نعمت گام میزنید به شما نرخ سکیدکا کرده میشوند مال و محصولات شما به یگان نقصان و کمبودی به جای لازمه وابسته به روزهای معین آورده رسانیده می شود. رقم هایی که در زیر گذاشته شدگی هم به حاجی احتم تعلقیت دارند. در حال زنگ زنید مشکلات خود را حل سازید. انشالله که پگاه باری وحدت تقسیم کنیم باری دوشنبه نصیب انشالله پگاه دیگه سلامت باشین اکا جان اولا سلامی خود را به اون کل مردم غریب و کل مردم تاجیکستان میرسانم چی باید هر حال مردم غریب رو میبیوره آخه ما فقط مردم غریب تماشا میکنن چی باید مردم در دوشنبه بودگی میگی تماشا نمیکنن نه اینو هم تماشا میکنن به هر حال به هر حال زنده باشید درست میگود هر کس که در غریبی هسته رنجش بیشتر است از این خاطر ذره در نظر دارد که کدامی که در غریبی هست خداوند تنش به درد سازد همین طور نیست ذره جان میگذاریم به قسمت های گفتی خودم کوفتن و ریختن و شکستن و برداشتن حیات زندگی شما کوتاهک از کجا هستید چند ساله هستید چی کاره هستید در برای خودتون معلوماتی من دختر حصار هستم حصار شادمان از حصار شادمان هستم خیلی در همین تریتوریا کلان شدگی همین تریتوریا دارم نیست در همین جا کلان شدگی 95 تولدم 28 ساله شدم 28 ساله ها صاحبی یک فرزند یک دخترچه خوب روی هستید ها زهره جان برو همین در حال ماجرای زندگی میگیم شما چند سال همراه شوهرتون زندگی کرده اول برنامه گیره را سر که نمیگه 3.5 سال 3.5 سال همراه شوهرتون زندگی کردید
баъд аз он чӣ шуд ки масалан муносибати шумо қатъ шуд, дигар якҷоя нестед ё ӯ кӣ ҳастед, дар куҷо ҳастед? Ман то ҳол дар бораи ӯ маълумот надорам. زندگی خوب داشتم. از زندگیم یگان کمبودی ندیده بودم. 3.5 سال زندگی کردیم. شوهرم وفات کرد. شوهرت خدا رحمتش کند. از شما از شوهرتون نشانه تنها همین یک دخترچه‌تون موندگی است که بهت دخترچه سیمای خوب دارد. زهرا جون شما گفته که همین تریتوریا ها در کلان شدگی هستن. پدر کجا بود، مادر کجا بود، دادر کجا بود، اپا کجا بود؟ یا شما فقط همین در اویده یک خودتون هستید؟ بله یک دختر هستم. باقی مانده کجا هم؟ سه سال بودم مادرم وفات کرد. وفات کردم مادرتون؟ بله. خب پدر من ندیده بودم. پدر ندیدید؟ نه. در حیات برای چی؟ 3 ساله که مادرم وفات کرد پدر ندیدگی نبودم. پدرتون از پس زندگی دیگرشون شدن یا عموما چی حادثه شد که شما بعد از کلان شدن فهمیدید که پدر رو ندیده؟ بین پدر و مادرم نمیدونم چی گذشتگیه. پدرم رفت ازبکستان در حاضر هم زندگی میکند در حیات. اویلدار صاحب 2 فرزند. تماس هستید؟ بله. ای کی باز تماس شما با پدر ارتباط گرفت؟ من 14 ساله بودم. خوب 14 ساله بودم با من خبر اومد که پدرت آمادگی گرفته. کجا آمادگی؟ تاجیکستان. خونه شما اومد مگر؟ نه. 9 سپتامبر بود. خوب نه در 9 سپتامبر رزنیک در اشتراک میکردم. بعد مکتب اومد؟ نه. من رفتم خانه اماکم. ایسور؟ نه. امیلینسکی رایم. خوب نویه ایرودکی ها؟ نویه ایرودکی ها. خوب رفتم در اونجا بود است دیدم پدرم. آغوش گرفتید گریه کردید یا او آغوش گرفت گریه کرد؟ اگر راستش رو هر دومان گریه کرده. تو چقدر وقتی که پدر رو آغوش کرده یکم احساس دلت رو فرو گرفت؟ حالا هم گریه کردنی هستی؟ همون لحظه ها رو یاد آورده؟ من اون لحظه ها رو هر زمان به یاد میارم، گریه میکنم. لیکن یک 10 دقیقه یا 15 دقیقه در برش ایستادم. چی پرابلم بود؟ چی مانعه بود که مثلا شما با زودی جدا شدید؟ چون یاش بودم یا که ترس به دلم بود. بعد همون 14 سالگی تو حال دیگر پدر رو ندیدید؟ دیدم. در کجا؟ ازبکستان؟ ازبکستان رفتید؟ نه من نرفته اول وا اومدم. وقتی که من در خانه شوهرم بودم خانم اومد. رمضان بود. اونم 10 دقیقه 15 دقیقه نبود البته. 20 دقیقه. 20 دقیقه. چی با شما 15 دقیقه 20 دقیقه 25 دقیقه همیشه خدا کنه که سالها ببینین هم دیگر رو. زهرا مقصد این گپ گفتم که مثلا خونه شوهرتون اومد تو همون زمان شوهرتون شما را نمیگفت که تو پدرت کجا هست، مادرت کجا هست، دادرت کجا هست، یا در پیش اویلا داشتن درباره همین مسئله معلومات داشت؟ میدونست. دوست داشت گرفتی؟ نه. مجبور؟ کلانو حل کردن. کلانو حل کردن. زنده باشی. وقتی که مثلا زهرا جان همین پدرتون اومد به خونه شوهرتون، خودتون رو مثلا یک دختری جسور، یک دختری توانا گفته که کسی در پشتم هست حس کردید یا نه؟ فقط راستش رو بیاید. نه. من تا همین 3 سال مشدم ولی من به پدری به مادری من حس نکردم. برای که دبرم رحمتی ببین بود من هیچ وقت به مادری من حس نمیکردم. بعدا خالمشون هستم تا حاضره من حسی به پدری به مادری را نمیکنم. ها مرا خمار اوچم میگیره، خمار اوتم میگیره. بعد نیستم فکر میکنم که خیلی اینا نمیوید. چی علاج؟ درست رو گوش کنید. همین خماری پدر میگیره، خماری مادر میگیره.
чӣ ба шумо дилтон тамоман ранги санг метуба, ягон мушкилӣ доред, ягон хиёнат дидед, дигар чӣ дилтон мондагӣ аст аз ҳаёт ки намехоҳед ки дигар оиладор шавед? چیبا میخوام زندگی آباد داشته باشم. دلم پر نیست. ай ки? ай худатон ё аз бачаҳо? ای بچه ها ای خودم 100% دلم پر ман гумон мекунам ки инҷи масъала яктарафа будан наметавонад. чиро мушоҳида фикре ки дилтон пур нест аст? بی‌موضوعش کنم. муаммо монад, муаммо монад. хай зараҷон мегзарем ба кору фаъолияти шумо. даромади зиндагии шумо аз ҳисоби кист? از حساب خودم من только یک زن نبینه. هم میان مردی دارم هم زنی دارم. офариқанд зан барои аввал мегӯд ки сано бодо ба занҳое ки марданд. аз он ҷумла аз дохили ан ҳамин занҳо як нафарашон ин шумо ҳастед. куҷо кор мекунед? дар як моҳ чанд қадар музди маош ба даст мебиёред? чӣ гуна аз рӯи нақша сарфаш мекунед? чӣ хел ҳастед умуман муаммои зиндагии шумо? من بسیار وقت طرف غریبی میرم کار میکنم. میام همین تاجیکستان ده یا یک ماه یا که 2 هفته همین خیلی میستودم. همین دفعه 2 ماه شد ایستادم. چی با ایستودی؟ کمتر سلامتیم خوب نبود. سلامت باشین. در غریبی کار میکنید ها؟ واقعا سخت است؟ خیلی خیلی سخت نیست. سخت البته ای وطن داری، از خشت تبار، از فرزند. فقط دوری وطن و خشت تبار و فرزند هستند در نزد شما. شما لیکن یک چیز رو نگفتید، مزد معاشی که به دست میبیارید در کجا؟ در اینجا یا در آنجا و در اینجا؟ nerede? Burada mı yoksa Türkiye'de? چه زبان بود؟ زبان ترکی بود. ترکی بود. چی گفتی نکن شما؟ گفتم کجا ده؟ اینجا ده یا که Türkiye'de؟ شما زبان ترکی هم میدونید؟ بله. کمی تماشابینان عزیز اگر یگون نفراتون همین زبان ترکی فهمید، همین یک جمله گپ میزند درباره خودش در کامنتر ترجمه کنید که چی گفت. کنی گپ زنی یگون چیز؟ درباره خودم. درباره خودت، درباره مثلا چیزی باشه. Tamam. Bu seferki ben Türkiye'ye gittim. Elbette ben bir kişiye sevdim. Ama sadece telefonda. Daha görmedim. Daha telefonda konuşuyorum. من ترجمه نمیکنم. من ترجمه خودم رو بکنم. من گفتی که من وقتی که ترکیه رفتم به جای سیاحی هست. من وقتی که اومده تلفن این خیلی نبود. تماما دیگه خیلی ترکی همه قدر میفهمم. کسی که با زبان ترکی گپ میزن میفهمه ترجمه کنه. ما انتظاری ترجمه ان همین گفته های ذره شما هستیم. سپاس ایزا زبان دانی جهان دانی، لیکن مزد معاش شما در اونجا چند قدر است، چی کار قطعی مشغول هستید. ما میفهمیم که تمامی همین زنهای تاجیکی که مثلا میروند یک قسمتش فن میخورن، فریب میخورن، در دامی هر خیل مثلا هر گروه مردها میغلطن. شما چی حالت دارید در آنجا؟ بود همین حالت هایی که فن خوردید، فریب خوردید، مردهایی بودن که شما رو مثلا استفاده بردن در همین لحظه؟ نه. خب خدا شکر من 4 سال میشد، حتی 5 سال میشه من ترکیه میرم میام. یکم بار در فن فریب یکم کس نغلطیدم. اول من رفتم مغازین کار کردم. بعدا زبان را که یاد گرفتم. 2 سال میشه من ترجمانی کار میکنم. در ترکیه؟ در ترکیه. تاجیکای خودمان بسیار تاجیکای خودمان برده کار دارم گفتم. خودت؟ بله. چی با مرون بردی ها برده اونجا کار مانی؟ شما این کار تانم سلامت باشه، سلامت باشه. مزد معاش مخفی باید بماندن؟ بله. از راجون میخواستم درباره فعالیت گروهی که شما داشتید گپ زنید. وقتی که ما یک گروه بودیم این پروداکشن را کار میکردیم. محترم قاش. چرا محترم میگین همینا؟ چی محترمی داره که مثلا شما محترم خوش میگین؟ اینا کی انتخاب کرده همین نامه برای محترم خوش؟ ما دوستامون حرمت میکنیم. به همین خاطر محترم خوش بگذار باشه. خب بعدا خواهر ما سیاره
خب او کتیمان بود خیلی کلمرغ میگفتیم اونا بود نرغول خیلی و غیره ها و غیره ها. خدام بنده زره. خب بین ما یگان گپوی خفاگری هم نشده. آخران بار من رحیم دیدم در کجا. آخران باره که من ترکیه گسل کردم در خانه ما جمع بستیم، هممون جمع شدیم. همتون کی یعنی؟ همون گروهی که نوار کردیم ها؟ بله. خب رحیم هم بود، خوشم بود، سیورم بود، بهترین. یک دو مهمون دیگر هم بود. خب همشون ساعتی 4 بود، 3 شب، حتی 3 کم کردگیم در تو بس. من گسل کردم تو ایرپورت آمدن، من گسل کردم، من رفتم خیلی. بعدا یک بار یا که 2 بار کتی رحیم ویدیو ویزوف خیلی ویسیان که خیلی گرب زدیم مخلص و فرسیده سر گفته. بعد یا وی خیلی خوشم خواندنی رفت مسکوه رفتک با ما آمدم با رفتم. رحیم پرودکشن هم خیلی رفتک غریبی رفت دیگر. همی خیلی بعضی علاقه می بومدیم خیلی هر کس قفای زندگی خودش بود. هیچ که ایجا نه من نه ویا یکم خفگی شدگی نیست. نیستم بینتون یکم بهترین. من تو اندوزه میدونستم همه گروه شما با درجه پروسیدور گوری قطعی بود. یا زمانی میدیدم در فرخوری، یا زمانی میدیدم در دنگرید، یک زمانی میدیدم در ورزو بود. فقط در جستجوی کار بوده. بیشتر ایده ها رو کی جمع آوری میکرد؟ بیشترش خوش جمع آوری میکردن. بیشتر ایده ها را. شما چی کار میکردی؟ فقط نقش میبازیدید یا داشتید یکون ایده؟ نه فقط من نقش میبازیدید. خوش رحیم ها؟ هر دوش جمع میآوردن، شما فقط اجرا میکردید. بهترین. تا حال مناسبت دارید بین محترم قوش رحیم پرودکشن اپای سیاره هم میدونم و خیلی باقی مونده شما قدر نمیدونم گروهاتون یکم مناسبت دارید. سلام علیکم بانوی زیبا. اگر شما در خانه شیشته پول کار کردن میخواهید پس چیکار کردن در کار؟ برنامه روی اکران بوده در تماس باشید. شرکتی ما شرکتی فابلیک شخصا من خودم کار میکنم. اگر شما کار کردن خواهید به شما چی لازم؟ فقط یک تلفن لازم. معاشش باشد از 2000 سومان تا 10,000 سومان است. اگر خواهید سری ماه میگیرید، نخواهید آخری ماه میگیرید. در تماس باشید، منتظرید.